دادگاه امریکا با یک جوان ازبکستانی که به قتل 8 نفر در شهر نیویورک متهم می شود 22 اتهام نو اعلام کرد. او را از جمله به قتل و حمایت از گروهی به نام دولت اسلامی متهم کردند. به سیف الله سایپوی 29 ساله که اکنون به او حکم قتل تهدید می کند اتهامات روز 21 نوامبر اعلان شد. او روز 21 اکتبر ماشین بارکش خود را به سوی رهگذران در شهر نیویورک راند و 8 نفر را کشت. برای جزئیات این خبر صحبت داریم با سیراج الدین اسلام، همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی. سیراج الدین، به برنامه ما خوش آمدید. و نخست می گفتید که دادستان‌های امریکا هنگام اعلان اتهامات نو چه گفتند؟ در مجموع 3 اتهام بزرگ است. اولش این است که کشتن 8 نفر و زخمی کردن 12 نفر. دومش دستگیری و همکاری کردن با گروه به اصطلاح دولت اسلامی و سومش جنایت با واسطه نقلیات، یعنی با ماشین گویا این جرم را اجرا کرده است. درباره دلیل‌های دیگر که مقامات یافتند در جای حادثه یا شهادت‌های دیگر چی میگویند؟ گویا وقتی که دستگیرش میکنند پلیس یک تلفن موبیلی را دریافت میکند که در اونجا بیش از 3700 ویدیو و عکس‌های خشونتگرا بوده گویا و در اونجا کشتن از طرف جنگنده‌های دولت اسلامی، آنهایی که در سوریه و عراق هستند با تانک ها میکشند، میترکانند، ماینگذاری و غیر از این. در تلفن موبیلیش سایپوف گویا راه از خانه تا مرکز نیویورک چگونه رفتن را و عکس‌های هالووین را، یعنی میخواست همون روز این جرم را اجرا کنند، پیدا کردند و اینا همش به گفته آنها میتواند یک تثبیت کند که این سایپوف عمدن جنایت را میخواست اجرا کند و حداکثر بیشتر آدم ها را بکشد. وکیل دفاع سایپوف آیا راجع به اتهامات نو چیزی گفته است؟ واکنشی از طرف او هست؟ تا هنوز نمیدانم، ولی وکیل سایپوف کوشش میکند که سایپ را بیشتر حمایت کند و چون اتهامات و جرمی که او کرده است جزای خیلی سنگین را دارد تا مرگ، یعنی چیز اعدام، حکم اعدام، حکم قتل. اگر موفق شدن مثلا امکان دارد برای حبس شد برای 1 عمر. قبلا بخش ازبکی رادیو آزادی هم گزارش داد که مقامات ازبکستان گفتند در قضیه در تفتیش قضیه این جوان با مقامات امریکا همکاری میکنند. راجع به این مسئله چیزی نشر شده است؟ خبری هست؟ خبر تازه نیست، ولی شوکت میرزیایوف اظهار تأسف و تعزیه اظهار کرده بود به نام رئیس جمهوری آمریکا. گفته بود که طرف ازبکستان، حکومت ازبکستان آماده است به هر گونه همکاری در مجموع در مجادله علیه ترور و تروریسم. ولی هنوز ما نمیدانیم مثلا این چگونه روابط است، چگونه همکاری امروز صورت میگیرد. روزهای اخیر همین ما خود رئیس جمهوری ازبکستان در یک جلسه حکومتی شدیداً کار پلیس محلی ازبکستان انتقاد کرد و گفت که باید کار را با جوانان بیشتر کنیم و نگذاریم که نام ازبکستان، نام ازبک ها بد شود. تشکر. همکارم سیراج الدین اسلام با ما صحبت میکرد. تشکر سیراج الدین.